خدمت همه دوستان عزیز، امروز یه تمرین سینه خیلی خوب با هم انجام بدیم. Let's go. با سیستم پیشخستگی شروع میکنیم. حرکت اول قفسه بالا سینه سیمکش. اینو 4 ست 10 تا 15 تکرار اجرا کنید. حرکت بعدی بالا سینه اسمی 4 ست انجام میدید. 3 ست 8 تکرار تا 12 تکرار. ست آخر رو دراپ ست میدید. هامینو ای حین تمرین بخورید. حالا بریم ببینیم چی باشه. 1 2 3 4 یک دو تا دیگه بیشتر. سلا سلا 1 2 3 4 5 سلا 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مرسی. دمت گرم. حرکت بعدی بالا سینه دمبل 4 ست 10 تا 12 تکرار اجرا میکنم. من به صورت موازی میزنم چون میخوام بیشترین تاثیر روی قسمت داخلی بالا سینم داشته باشه. اگر میخواید قسمت خارجی بالا سینه‌تون رو بیشتر تحت فشار قرار بدید موازی نزنید، به این حالت بزنید. حرکت بعدی کراساور از پایینه. چند تا نکته داره که اینا رو باید رعایت کنید که بهترین نتیجه رو از این حرکت بگیرید. یکی این که قرقره رو تو پایین ترین حد نذارید، بذارینش روبرو زانوتون تقریبا. بعد موقعی که میخواید اجرا بکنید به این صورت کف دست رو به بالا، نه از کنار شونه بیارید بالا که فشار از سرشونه قدامی برداشته بشه، بیشترین فشار روی قسمت بالا سینه‌تون باشه. این حرکت رو 4 ست 15 تکراری اجرا کن. حرکت بعدی پرس سینه دستگاه نشسته به صورت 4 ست سوپر ست
دست موازی و دست افقی اجرا میکنیم. 8 تکرار دست افقی، 8 تکرار به صورت موازی. فایدا. سلام عزیزم، خوبی؟ حرکت آخر سینه رو پارالل با کراساور از بالا سوپرست میکنیم. 4 ست 15 تکراری. کراساور حالتهای مختلفی داره، همش هم درسته، زوایای فشارش فرق کنه. چیزی که الان من میخوام بزنم میاد دقیقا زیر شکم، برای خط زیر سینه‌تون هستش. من توی تقسیم بندی این سری از برنامه عضله سینه با تمرکز روی بالا سینه و همراه با قسمت جلوی سرشونه و کناری سرشونه تمرینش میدم. حرکت بعدی حرکت بالا سینه اسمیت با شیب 75 درجه هستش که عضله بالا سینه و قدامی سرشونه رو به صورت همزمان تحریک میکنه و فشار رو بین سرشونه و بالا سینه تقسیم میکنه. این حرکت رو 4 ست 12 تکراری اجرا کنه. حرکت بعدی پرس سرشونه دستگاه، 4 ست 8 تکراری من اجرا میکنم. حرکت بعدی نشر جلو سیمکش، 4 ست 10 تکراری. 2 ست رو من به صورت دست موافق میزنم، 2 ست رو هم به صورت دست برعکس. حرکت بعدی نشر جانب تک دست سیمکش. یه نکته خیلی مهم داره، سیمکش رو پایین ترین حد نذارید، بذارید برای بهترین نتیجه حداقل روبروی زانوتون یا یه ذره بالاتر. 3 ست 15 تکراری اجرا. حرکت آخر وزنه امروزمون شراکس اسمیت اسپوی سوپرست با کول آلتر دستباز. 3 ست 10 تکراری اینو انجام میدیم.
8